خب خدمت زیباجی عزیزمون هستیم. گلم چند سالته؟ 13 سالمه. شده ای الله. سلام علیکم. خیلی مخلصی به چانل علیرام. خیلی خوش اومدید رفقا. دم تک تکتون گرم. مرسی که اینقدر حمایت میکنین. امیدوارم لیاقت این محبتتون رو داشته باشم و اینکه بریم برای سمای امروز. آقا ویدیو آوردم واسهتون، ببینید، بخندید، حالشو ببرید. لایک کامنت سابم اگه دوست داشتین انجام بدین، اگرم نه فدای یه تار موتون. بدون معطلی پر انرژی بریم سراغ ویدیو. سلام. خوب هستین؟ ببخشید مزاحمتون شدم. ببخشید ما نهار تونه ماهی داشتیم. میشه امکانش هست با جوجهاتون یه عکس بگیریم؟ ببخشید. بگی. مرسی آقا، ممنونم. مرسی لطف کردین. دست شما در نه بیا وای تا بده استقبال بابا. نه تو رو خدا مرسی. ممنونم. خواهش می‌کنم. تک خورد بیا. جلوم یه آلبوم. فقط همین سگ خورش خنده دار بود، یه خورده معلوم بود قضیه، وگرنه بقیهش خورده پیچیده بود. آقا تن ماهی الان از مرغ و جوجه گرونتر در میاد. نمیفهمم، قاطی کردم. ببین این قسمتی که من وایستادم الان یه قسمت پام توی هلنده، یه قسمت پام توی بلژیکه. و جالبترش اینه که این خونه هم مرز ازش رد شده، یعنی اون سمتش هلنده، این سمتش بلژیکه. ولی اگه نگاه کنیم خب پلاکاش هم فرق داره. تو بلژیک پلاکش 2 بود، توی هلند پلاکش 19. معروف ترین قسمت این مرز از وسط این خونه رد شده. همین باعث شد برم بیشتر تحقیق کنم ببینم اصلا پاسپورت های اینجا چه جوریه. البته که فقط به اینجا بسنده نکردیم و رفتیم مرکز روستا که مرزهای بیشتری ببینیم. پیچیده ترین مرز دنیا برای این روستاست که به هلندی و بلژیکی هم حتی اسمش متفاوته. مهمترین سوالی که بر من پیش اومد این بود که پس پاسپورت و ملیت اینا چه جوریه؟ که نوشته بودش که اگه خونه دقیقاً روی مرز باشه، ملیت افراد اون خونه بستگی به قرارگیری در اصلی خونه داره. یعنی اگه در اصلی خونه تو هلند باشه طرف هلندیه و اگه توی بلژیک باشه طرف بلژیکیه. آقا بهترین قسمت این ویدیو کامنتاشه. کامنت اول: جای مهمونا رو امشب بنداز تو هلند بخوابن، ما خودمون میریم بلژیک بخوابیم. بعدش خیلی بالا نوشته: اوه واسه یه لیوان آب برم تا هلند. این کامنتش خیلی خفنه. نوشته: من یه دقیقه تو آمریکا هم، یه دقیقه تو کانادا، البته با فیلتر شده. خب داداش اینطوری که تو میگی من روزی 7000 تا کشور دارم عوض میکنم. از چه دخترای خوشت میاد؟ از دخترای آفتاب مهتاب ندیده. خب منم آفتاب مهتاب ندیدم. میشه واسه اثباتش یه سوال بپرسم؟ بپرس. کدکس سلسله. خب این چیه؟ خیلی نازکه، 3 دقیقه رو میکنه 45 دقیقه. رایحه انارش هم واسه شب یلدا ساختم. ها دختر آفتاب مهتاب ندیده هم هستی، ولی فکر کنم رشته تحصیلیت لوازم جانبی. دختره که آفتاب مهتاب ندیده بود خدا وکیلی فقط یه خورده بود. بی تربیت. بچه‌ها تا میتونین این کلیپو واسه هم دیگه بفرستین، تو رو خدا دیگه قلیون نکشین. من خودم هم یه ماهی میکشم و الان متوجه شدم چه بلای سرم اومده. نگاه کنی نکرد مخشی بود. یعنی انقدر داشتم با دقت نگاه میکردم چه آهی از ته دل کشیدم. گفتم البته من که دخانیات مصرف نمیکنم، ولی خب کلا برای اونه که مصرف میکنن آه کشیدم. یکی از نشانه‌های خودشناسی اینه که وقتی شما در جایی توالت میرید، از شنیده شدن صدای گوزتان نه وحشت کنید نه خجالت بکشید. این مرحله‌ای از به رسمیت شناختن وجود خودتان هست. بریم سراغ کامنتاش. اولین بار در تاریخ بشریت یه نفر به گوز اینقدر احترام میذاره. نویسنده کتاب گوزت را رها کن. وقتی از توالت بیرون اومدی باید بلند بگی خودشناسی حال کردین یا نه. بعدش هم ما از شنیدن صدای گوز خودمون نه ناراحت میشیم نه وحشت میکنیم. بقیه ان که میترسن و وحشت میکنن ناراحت میشه. الان این چی بود اینجوری من دارم تفسیرش میکنم. بریم بعدی. خواهزم اینم از شب عروسیمون و امیدوارم همونجوری بوده باشه که قولشو بهت داده بودم. فقط قبل از شروع من یه موردی هست
باید بگم من یکم اونجام کوچیکه و اگه میشه چراغا رو خاموش کنیم که من یکم راحت تر خاموش کنیم. اشکال نداره. خب عزیزم لطفاً اینو بگیر دستت. اینو مرسی، من سیگار نمیکشم. کجا رفتی؟ میگم احیانا سیگارش سیگار بهمندول که نبوده که نه. آقا ولی منطقیش اینه که آقای داماد قبل از ازدواج عروس خانم یه سری چیزا رو بگه دیگه، یعنی اندازه سیگارش رو بگه. یکی سیگار برگ داره میبینی، یکی بهمندول داره. دیگه هر کی ناسی مثلا همه سیگار فروش میدیم. بعضی هم میبینی دیگه تو کار قلیونن دیگه، مثلا نه قلیون داره چی من دارم دیگه. شده ای غلام بیا بعد میگن احترام به بزرگتر واجبه از واجبات. بیا اینم از بزرگ خاندان یک فامیل. بعد حالا اینو یکی از دور ببینه سلام حاج آقا، سلام حاج آقا. نمیدونن که حاج آقا چه هنرهای دیگه ای هم دارن. ولی خدای بزرگی واقعا به اینجاست. کامنتاشو میخواستم بخونم اصلا نمیشه، یعنی اصلا قابل پخش نیستش. خودتون برین پیدا کنین بعداً ویدیوشو برین کامنتاش هم بخونین. ماشاءالله واقعا باهوش. کامنتش خیلی بالا نوشته تو برگشت هوشش رو از دست داد. ولی واقعیتش خیلی باهوشه ولی ترسوه. نمیدونم شاید هم چشم ما شور بود. نویس یک به اضافه یک. یک به اضافه یک میشه 3. 4. یکی داری یک دیگه بهش اضافه کنی 11. خب اونجوری که تو داری باهاش صحبت میکنی من از اینجا یادم شد یک به اضافه یک چند میشه. من از اینجا خودم رو خیس کردم دیگه. اون بچه که جای خودشو داره بابا یه خورده با بچه هاتون مراعاتشون رو بکنیم، یه خورده چی بگم. ولی اولو کار نداریم به این داستانه، یا بچه نیارین یا اگرم میارین یه خورده براش حوصله به خرج بدین. بچه اینجوری یک به اضافه یک یه جوری گفت من خودم الان نمیدونم واقعا چند میشه. خواستم بگم 1.5. آقا باز اومدم وسط ویدیو اسم چند تا از اعضای خانواده رو بگم، ازشون تشکر کنم و برم. نفر اول آقا سعید که من تا چند روز پیشم بهش میگفتم ساعد، حالا خودش بد نوشته بود، یعنی من بی سواد یه خورده بد خوندم. خب حداقل داداش یه خورده زودتر میگفتی اسم سعیده رفیق من. به هر حال که سعید جون، سعید جون دمت گرم. حالا اسم دیگه سعیده دیگه. دمت گرم سعید جون، عشق منی. نفر بعدی نادر عزیزم، دمت گرم نادر جون، عشق منی. واقعا هر کامنتی که میذاری خیلی انرژی میده داداش. بچه‌ها ببخشید یه خورده تون میگم تا این ویدیو میره بالا. نفر بعدی حامد محمودی عزیزم، دمت گرم حامد جون، عشق منی. واقعا کامنتی که میذاری انرژی میده داداش. نفر بعدی علیرضا عزیزم، دمت گرم علیرضا جون. واقعا هر کامنتی که میذاری حال میکنم دیگه داداش. اصلا نگم برات داداش، کل خستگی ویدیو میپره. آقا نفر بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم جزء اولین کسایی که وارد کانال علیرام شد. یعنی انقدر این بشر با معرفت و باحاله که نگم براتون. و اونم کسی نیست جز علی اکبر عزیزم که الان عکسش هم دارین میبینین و واقعا دمت گرم علی جون. واقعا حال میکنم مخصوصا شما قدیمی ها که 10 نفرتون رو توی اون ویدیو اسمتون رو برده بودم، واقعا هر کدومتون کامنت نمیذارین نگرانتون میشم. و همچنین همه عزیزایی که از الان وارد کانال میشن، دم تک تکتون گرم واقعا. نفر بعدی آقا ابوالفضل عزیزم. ولی چقدر خوب میشه که بچه‌ها عکس بذارین، عکساتون هم حداقل روی ماهتون رو ببینین. نفر بعدی آقا بابک داوودی عزیز دلمه. حالا آقا بابک که میگم نه این که بخوام بگم خیلی بنده خدا سنش بالا باشه، نه من احترام میذارم میگم آقا بابک، ولی بابک جون عشق منی. حالا شد بابک جون، حالا سنش اومد پایین.
نفر بعدی آقا رضا یاوری. واقعا آقا رضا یاوری دمت گرم، واقعا هر کامنتی که میذاری ببین حال میکنم. نفر بعدی رضا زکیان عزیز دلمه. واقعا رضا جون انرژی خفنی واسم میفرستی، دمت گرم داداش. نفر بعدی اسمشو نمیدونم، فقط چیزی که نوشته یار احمدی، ولی خیلی واسم کامنت میذاره، خیلی بهم انرژی میده. ای کاش اسمتم بهم بگی، عکس خوشگلتم بذاری اونجا، یعنی چیز جذابی، خیلی باحال میشه. یکی از کسایی که توی این چنل خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، یکی از رفیقای استقلالی عزیزمه که اونم اسمش هم نمیدونم. جالبیش اینه نه عکس داره نه چیز داره، ولی پرچم استقلال پرچم داره به قرآن. داداش اگه این ویدیو رو دیدی لطف کن اسمت هم حتما برام کامنت کن، دمت گرم مشتی هست. و نفر آخر محمد اکبری عزیز دلمه که خب میخواستم چون مشهدیه میخواستم به لهجه مشهدی بگم شاک برار گفته کی پشت درف گفته. آقا اسم هر کسی رو که نگفتم دلیل بر این نیستش که برای من بیارزش بوده، نه، این افرادی که گفتم تعداد خیلی زیادی واسه من کامنت میذارن و خیلی بهم انرژی میدن، ولی دونه بدونتون حتی اگه یه کامنت هم واسم بذارین بدونید خیلی ارزشمنده واسم. همین که وقت میذارین با این اینترنت های گرون، با این فیلتر شکن های داغون وصل میشین، میایین ویدیوها رو میبینین، کامنت میذارین، لایک میذارین، به قرآن به یک دنیا واسم میارزه. یعنی وجودتون فقط ارزشمنده. همینا واسم رحمته، تمام، بقیه‌شو بخیا. آقا هر کدومم که اسمتون رو نیاوردم توی ویدیو بعدی 100% واسهتون جبران میکنم. ببخشید پررفی کردم، سرتونم به درد آوردم، خیلی مخلصیم. بدون معطلی پر انرژی بریم برای ادامه ویدیو. جوونی چی رو نکردی داشتی؟ تو اگر تو 50 سالگی هم خدا به اون چیزی که میخوای برسونتت 10 سالم اشغال بکنی کمته؟ قرار نی که کل عمرت اشغال بکنی که. اگر آدم خوبی باشی خدا میذاره یه تایم اشغال بکنی. جوانی رو من نکردم که نمیتونم واسه خودم تلاش بکنم. جوانی رو من نکردم که نمیتونم واسه آرزوام بجنگم. جوانی رو من نکردم که نمیتونم ببینم مثلا آدم های این دنیا چه شکلی هستن. تو هر چی رو خواستی دیر و زود بهش رسیدی با تلاش خودت. تو داری شاهانه زندگی میکنی داداش. گرفتی چه میگم؟ باریکلا، واقعا حال کردم، دمش گرم، چه صدای قشنگی هم داشت. بدی ما آدما اینه که قانون شوک‌گذاری رو بلد نیستیم. داشته‌هامون رو اصلا نمیبینیم. واقعا به خاطر همون داشته‌ها اصلا شوک‌گذاری بلد نیستیم. خیلی‌ها میگن آقا ما داشته‌ای نداریم. بالاتر از سلامتی، اصلا بالاتر از سلامتی نداریم به قرآن. آقا پیج اینستا این رفیقمونم میذارم، دوست داشتین برین تو پیجش، حرفای خیلی باحالی میزنه. خب خدمت زیباجی عزیزمون هستیم. گلم چند سالته؟ 13 سالمه. واقعا 13 سالته این همه ژل زدی؟ من ژل ندادم، از اولش نچرال بودم. جدی میفرمایی؟ بله، فقط حاشیه درست نکنید. ببینیم بابا. 13 آقا این اگه 13 سالشه من هنوز به دنیا نیومدم ناموسن. از فردا به دنیا میام. اسم چنلم تغییر کرد به نینیرام به جای علیرام. 13 کامنت گذاشته من 13 سالم بود میرفتم تو حیاط نماز میخوندم خدا ببینه. نمیدونم مثلا 13 سالگیمو یادم نمیاد. من زمانی که یادم میاد نمیدونم دبیرستانی بود. همون همیشه 15-16 سالگی به بعد دیگه. بر طبق قوانین ایرودینامیک زنبور نباید بتونه که پرواز کنه، چون وزن بدنش نسبت به بالهاش متناسب نیست. ولی زنبور با نادیده گرفتن تمام این قوانین داره بالش رو میزنه. فکر میکنید دلیلش چیه؟ فکر میکنید واقعا علتش چیه؟ اولین کامنت ایمان تقوا عمل صالح. دومین کامنت دوست دخترش گفته خونمون خالیه پاشو بیا. یعنی اصلا همه جوابو علمی لامصب. کامنت بعدی نوشته چون اسنپ گرون است نمیصرفه. یعنی حتما مجبور بودی کامنتت هم بخوای اصفهانی بذاری. با لهجه اصفهانی میای کامنت میذاری. خب بیا منم الان با لهجه مشهدی بگم نمیصرفه برار. مثلا من الان زنبوره باشم میگم نمیصرفه برار بال مزنون بال. بدبخت بهت گفته بودم تغییرات تو راه تو باختی. چند بار کامل بگیر. اومدم توی اکباتان دارم قدم میزنم ببینم بعد از عمل چجوری میشم. میدونم اولش نشناختی من بودم. شبم رفته بودم بدبخت باساش وسطای باساش پام داد میکرد یارو به ما پرتقال میدم. این یعنی چی؟ تو باختی. بدبخت تو باختی.
تو باختی، حسرت بکش، حسرت بکش. کامنت گذاشته فصل دومش کی میاد. ولی واقعا بخوام بگم آقا اون بدبخت یه زندگی جدید رو شروع کرد، ولش کن دیگه، دلشو کباب کردی دیگه. اون دیگه الان فهمیده چه برد پیتی از دست داده دیگه، تو کوتاه بیا جون مادره. کامنت بعدیش گذاشته هنوز متوجه نشدید بلاگره، دمش گرم. نه ما که اصلا متوجه نشدیم بلاگره. ما اصلا چرا باید اینقدر فضولی کنیم تو زندگی بقیه؟ اصلا چی کار داریم به کار بقیه؟ ما قشنگ باور کرده بودیم که یک آنجلینا جولی این برد پیت اومده بوده از دست داده بوده، بعد ما داریم نگاه میکنیم که اون آنجلینا جولی چجوری داره حسرت اینو میخوره. ما اصلا متوجه نه، یعنی اگه الان نمیگفتی واقعا ما نمیفهمیدیم بلاگره. பண்ணுங்க பாப்போம். முடிஞ்சு போச்சு. خب امروز همراه ما هستیم با دفاع شخصی. سوژه هستش، منم اینجا هستم. حمله کن سوژه. به این صورت. برو دیگه حمله کن. اینجا ایران این حرکت جواب برای آخرین بار سوژه حمله کن. حرفی ندارم، فقط این فنا توی ایران خیلی کاربردی نیستش، جواب نمیده. باید از این فنا استفاده کنیم توی ایران. بالا نه مای قرمز فهمیده بازار خرابه داره مسافر کشیم. یزیدتونه با قرآن با این چیزا نولا کجا در میاد. به خدا همه ماهی قرمزا تا چند سال پیش همه کشتی یونانی چیزی زیر پاشون بود، تایتانیک میخواست یارو بخره ماهی قرمزه. الان دیگه بنده خدا باید مسافر کشی. واقعا الان فکر کردیم نداشتم یه بحث جدی راجع به ماهی قرمز میکردم. آره اینقدر ویدیو سمی دیدم دیگه واقعا حق بدین دیگه خودم هم سمی بشم. انهدام بزرگترین باند سازمان یافته سرقت منزل در پایتخت و دستگیری سرکرده این گروه. مقادیر زیادی اموال مسروقه، تجهیزات مورد استفاده در سرقت‌ها و تعداد 4 دستگاه خودرویی که در سرقت‌ها استفاده می‌کردند ضبط شده. از اول اینکه قربون تک به تک این خوشگلا بشم و دوم اینکه واقعا اگه اینا یه روزی سارق بودن هر چی که داشتم و نداشتم و میدادم بهش. اونایی که سگ دارن میفهمن چی میگم، مخصوصا اون سلطان آخریه لامصب. چطوری یزدان جون، خوبی؟ خیلی. چیه چرا ناراحتی؟ دوست دخترم با هم کات کرده. سر چی؟ یه روز رفتیم کافه، میخواستم بهش بگم بریم بالا دنجه، اشتباهی گفتم بریم بالا جن. آقا این دوست دخترش اگه این ویدیو رو میبینین بنده خدا قدرت تکلمش یه خورده مشکل داشته. یعنی ببین جای 2 تا حرف رو عوض میکنی چقدر همه معنی اون کلمه عوض شد. میگم حسین اگه من یه بار خیاطی کنم یعنی من خیاطم؟ نه. اگه من یه بار غذا درست بکنم یعنی من آشپزم؟ نه. اگه یه بار سر یکی رو اصلاح بکنم من کارشگرم؟ کاکو سرم درد نیار ای دادی. ایوه آره دیگه بابا راحت باشیم بگین جمع خودیه دیگه، حالا یه بار 2 بار. حالا ما که تو محل قدیممون هر کسی مثل این که حالا نه این استاد نبود ولی اون استادایی که خیلی توی اون داستان استاد بودن الان که بزرگ شدن الان گنده شدن برای خودشون خیابون میبندن و برای خودشون نمیدونم گندلات جایی شدن و آره دیگه مدیونی نگه فکر کنی اینا گذشته بدی داشتن. نه بابا نه آقا من بد بودم من. خب رفقا دم تک تکتون گم، مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین. آقا امیدوارم یه خورده حالتون عوض شده باشه. منتظر کامنت های خیلی قشنگتونم هستم. خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی ارادت.